عاشقان پنجره باز است از آن میگویند، قبله هم سمت نماز است از آن میگویند. عاشقان هرچه بخواهید بخواهید، خجالت نکشید، یار ما بنده نواز است از آن میگویند. گاهی تو شلوغی های دنیا یه صدای خیلی آشنا میپیچه، از آن، و اولین جمله‌شم الله اکبر. ما معمولا میگیم یعنی خدا بزرگه، ولی راستش الله اکبر یعنی هیچ چیز، واقعا هیچ چیز از خدا بزرگتر نیست. نه دنیا، نه قدرتها، نه پول، نه مقام، نه تعریفهایی که آدمو باد میکنند، نه تهدیدهایی که آدمو مچاله میکنند. الله اکبر یعنی اگه یه روز غم اومد و نشست تو دلت، یادت باشه خدا از او غم بزرگتره. اگه ترس افتاد به جونت، بدونی خدا از او ترسم بزرگتره. یعنی هر چی تو زندگی داره زیادی بزرگ میشه، با این جمله دوباره میذارش سر جاش. وقتی نمازو با الله اکبر شروع میکنی، در واقع داری یه پیام مهم به دلت میدی که تمام دنیا، همه نگرانی ها، فکرها، حرفها الان کنار، الان وقت خلوت با خداست. الله اکبر یعنی مرتب کردن دل، یعنی گردگیری آینه روح، مثل قطب نما که جهتشو تنظیم میکنی تا شمالو پیدا بکنی. این ذکر الله اکبر جهت دلو سمت نور و خدا برمیگردونه. وقتی این جمله فقط روی لب نباشه و تبدیل بشه به باور دلت، او وقت دنیا کوچیک میشه، ترس کوچیک میشه، نگرانی ها کوچیک میشه، اما خدا تو دل آدم بزرگ میشه، قد تموم آسمون ها. و او وقت آدم نه گم میشه، نه کوچیک میشه، بلکه آزاد میشه و پر میکشه سمت بی نهایت. الله اکبر یعنی هر وقت که دنیا قد علم کرد، یادت نره کی واقعا بزرگتره. الله اکبر.